بسم الله الرحمن الرحیم. با مرحله جدیدی از رنگ و ترکیباتش آشنا میشیم. از امروز بحث مکمل ها رو داریم. اولین مکملی که مد نظر هست بالاترین رنگ چرخه رنگ که زرد هست با پایین ترین رنگ چرخه رنگ که بنفش هست مکمل هم دیگه هستن. روی اجرای مکمل ها من امروز این درس رو شروع میکنم. برای اجرای مکمل ها نیاز به یک نور موضعی خوب داشتیم که من امروز با چراغ مطالعه یه نور رو اون میز سفید دادم از حاشیه‌اش نور بخوره به این دوتا کوزه که من بتونم دوتا بحث رو جدی‌تر بگیرم که این نور هرچی از بالا که میخوره کیفیت اجراش رو من بهتر میبینم. حالا امروز شروع میکنیم روی رنگ ها که من دارم رنگ ها رو میسازم. ببینید برای ساخت رنگ ها رنگ زرد روی گامش وقتی حساب میکنیم گامش تا حدود سه تا رنگ روشنتر داریم قبل از اون. این زرد، این روشنترش، این هم روشنترش. بعدش رنگ خورده مکمل خورده، بعد یه ذره بیشتر مکمل، بیشتر مکمل، بیشتر مکمل تا وسط به 60 50 55% 60% که میرسه دیگه رنگ زرد نیست دیگه، به سمت بنفشی میره. توی ترکیبات تیرش هم ما بیشتر نمیتونیم استفاده بکنیم. از این برم بنفش گامش 8.5 9 8.5 که ما 3 مرحله تیره تر داریم و یکی هم خیلی تیره داریم. این بنفش خودشه، این یه مرحله اضافه ترشه، این یکی اضافه تر، این بالاییه تیره ترین بنفشیه که ما میتونیم به دست بیاریم. حالا برای اجرای هر کدوم از این تیره ها، نه از این روشن ها، از این تیره ها به اندازه یه سر سوزن خیلی کم، این اندازه، به این اندازه سفید میزنیم که مکملمون یه مقدار جا بیفته. حالا من تو اجرا اینو کاملتر اجرا میکنم. ببینید این کل درس زرده که شما وقتی میخواید تو مرحله اجرا بکنید باید سایه مدلی که دارید کار میکنید و مقدار بیس اون رنگی که اونجا باید دیده بشه رو باید تشخیص بدید دیگه. بالاخره دانشجو نقاشی هستید، باید اینا رو تشخیص بدین که گام اون کوزه که روشن‌تره من گذاشتم اونجا گامش به طور معمولش از زرد یه خورده تیره تره، یعنی این مرحله است، این دوتا مرحله است. حالا یه خورده سایه میگیره با اینا اضافه میشه، کم میگیره با اینا روشن‌تر میشه. الان من اینجا شروع میکنم به اجرا کردن که شما ببینید که واقعا من چه چیزی رو دارم درس میدم. عرضم به حضورتون که مرحله اولی که شروع میکنم میام، چون قلم گفتم قلم وقتی تمیز هست ما رو تمیزی قلم شرط میکنیم. البته من روپوش منم نکردم، از حالا به بعد باید با روپوش کار کنم به خاطر اینکه رنگ ها خیلی به لباس میخوره، این برابر رنگی میکنه. سیاه و سفید آدم یه جا میخواد کار بکنه زیاد چیز نداره، ولی وقتی رنگ ها رو میخواد تو همه قسمت کار بکنید نیاز هست که به اینکه لباسی رو برای فقط این کار داشته باشی که بتونی این کار رو راحت انجام بدی. حالا الان من شروع میکنم. ببینید توی این مدل اینجا رنگش روشن‌تر از همه جاست. یه مقدار طراحی مداد این مشکل رو ایجاد میکنه، اینجا سایه میگیره، باید رنگو جرمدارتر بذاریم که سایه رو نگیره. ببینید من قشنگ میام جرم برمیدارم ببرم و یا جرم نیارم فایده نداره. ببینید خال میندازه، خال تیرگی میندازه. این تیرگی رو با روشنی زرد حذفش میکنیم. میام کنارترش یک فضایی رو داریم میبینیم تو این قسمت اینجا که برآمدگی داخل این لبه کوزه هستش که ما برای مراحلش باید اینجا هم این رنگ رو استفاده کنیم. برای اون تیرگی هم که اینجا دیده شده اینو باید بذاریم. ضمن اینکه این قسمت هم یه همچین تیرگی رو داریم. وقتی این کار رو انجام میدیم گفتم اون دفعه بهتون گفتم دقت کنید، ما هر موقعی که میخوایم رنگ تیر روشنی رو استفاده بکنیم باید قلممون رو از تیره پاک کنیم یا از رنگ قبلیش کمتر کنیم، چون رنگ روشن با رنگ تیره که بشه خودش خاصیتش رو از دست میده. حالا میام اینجا نورش رو میخوایم استفاده کنیم، میام نورش رو میچینیم کنارش قشنگ، کاری هم باهاش نداریم زیاد. ببینید این مرحله نوریه که اینجا چیده میشه. اینجاها یه لایه‌های خیلی کمی از سایه رو داره که اون حجم شمایل این کار رو نشون میده. اما برای بقیه کار که میخوایم بریم سراغ قسمت‌های پایین‌تر، ببینید اینجا دیگه این تیرگیه باید نقشش رو ایفا کنه. ببینید این تیرگیه میاد نقش خودش رو ایفا میکنه دیگه. ببینید کاملا میاد تا اینجا، از اینجا هم برمیگرده.
تو لبه ای که اینجا برمیگرده به سمت این یه همچین تیرگی اینجاست که میاد پایین، از این کنارش روشنی میخواد بخوره. ببینید تیرگی تا این حد اومده، تا اینجا هم این تیرگی وجود داره. ببینید توی نقشم نشون میده. ما برای به دست آوردن تیر روشن، البته زردی که من دارم استفاده میکنم زرد شماره 8 ها، زرد نمان نیست. این زرد بذار روشو بخونم کامل. کادمیوم یلو پیل هیو، کادمیوم یلو پیل هیو، این زردیه که بهش میگن زرد کادمیوم. من از زرد کادمیوم دارم امروز استفاده میکنم، از زرد لمان استفاده نکردم. حالا ترکیبی که اینجا باید به دست بیارم، چرا اون تیرگیه اونجا نقشش اون شده، حالا این بالاتر یه مقدار روشنی میبینم، من روشنیه رو میام با یکم رنگ روشنتر میچینم سرشش. ببینید شباهت این به اون مدل باید باشه، اگر نباشه من اشتباه کردم. ببینید شباهت این دوتا رنگی وقتی میسازیمشون میاریم اینجا، وقتی میچینیم این میشه. ببینید تا اینجا روشنتره، پایینتر از این مدل از این رنگی، یعنی زردیه که دو پله تیره شده، دو پله سه پله تیره تر از اون حد معمولشه اینجا. ببینید تا شباهت اون کوزه رو پیدا کنه میاد تا پایین. و اما حالا اینجا این مرحلهش به این شکل انجام شد. مرحله بعدی که ما میخوایم روشنی به این کوزه بدیم، چرا لب کوزه کج دیده میشه؟ برای اینکه این کوزه دور داره، یه طرفش دور کمتر دیده میشه، یه طرفش بیشتر دیده میشه. تو طراحی هم اگه نگاه بکنید این اتفاق افتاده، توی رنگ و طراحی این اتفاق کاملا میفته. باید همه اینا رو مد نظر قرار بدیم و بیام رنگ‌هایی که حالا میخوام به نور کمک کنن. ببین یه رنگ روشن‌تر یه مرحله ای رو میذاریم، قلمو تمیز می‌کنیم. ببین بچه‌ها من بارها دارم میگم کار نقاشی خوب تو شرایط این چنینی که میخواید مدل زنده ای رو کار بکنید، اولین اصلش تمیز کردنه. تمیز کردن یه قلمیه که دارید کار میکنید، یعنی اینجاها شما فقط نورتون رو بتونید شاخص. ببین مداد نمیذاره، مدادی که من طراحی کردم نمیذاره من اونجا نور استفاده کنم. من مجبورم بیام نور بسازم، دوباره نور روشن بسازم، بیام اینجا شرایط این نور اینجا رو بگم. ببینید این شرایط نور اینجا و این هم یه لحظه شرایط کم نوری که این ورتر داریم، منتها اون اونوریه که از اون ور دیده میشه یه نور محوه، یه نور بسیار واضح نیست. ببینید یه نور بسیار محویه که با رنگ محو شده اومده پایین میاد و اینجا هم حالا اون اتفاقی که میفته نشون میده که کار چقدر تغییر داره. من اینجا یه چیز رو یادآوری کنم برای اصلاح مدل، برای اصلاح این نوع کار. ببینید اینجا وقتی برآمدگی به این شکل داریم، رنگمون باید یک کنتراست بیشتری رو داشته باشه. اگر نداشته باشه ما نمیتونیم کارمون رو انجام بدیم. این کنتراسته باید شکل رو بسازه و داخل این مدل هم که اینجا هستش تیرگیه اینجاست. ببینید باید نشون بده که این اینجا نوره، اینجا هم باید نشون بده که اون نوره. و اما حالا برگشتش به سمت این که من میخوام مجددا نوع اجرا رو ببینم. الان نمیتونم رنگمو اصلاح کنم، به خاطر اینکه اگر الان رنگو بخوای اصلاح بکنی رنگ خیسه، 2 دقیقه بعد رنگ ترکیبش با شیمیایی زیرش دوباره قاطی میشه، میره به سراغ اون چیزی که نباید باشه. میام رنگو میارم اینجا اضافه تر میسازمش، از اون فضایی که دارم رنگو اضافه تر میسازم، میام اینو کامل میکنم. یعنی این تیرگی که اینجا اومده تا اینجا، من این تیرگی رو میارمش تا حدودی که خودش داره. از اینجا به بعد میام رنگ روشن‌تر براش میسازم. ببینید بچه، به قول آقای دکتر زرخم همیشه میگفت رنگو بچینید، رنگو بیارید بچینید. میگفت رنگو وقتی بچینید میفهمید دارید درست کار میکنید یا غلط. ببینید من اگه رنگو اینجا بچینم شخصیت رنگمو نشون دارم میدم که درسته یا غلطه. اگر بیام رنگ روشنتری رو براش بیارم، سعی کنم این رنگ روشنم نره رو مدل، بیاد روی جای خودش بشینه، میفهمم که این کار داره درست پیش میره یا غلط. ببینید حالا این پایینتر دیگه نور مطلقه، من قلمو باز تمیز میکنم. ببین من هنوز به رنگ‌های تیره کاری ندارم، الان دارم با رنگ روشن کار میکنم. هنوز با اون هیچ اتفاقی که باید روی کارم بیفته هنوز نرسیدم. میام رنگ زرد بر میدارم، میام توی قسمتی که رنگ سفید رو ساخته بودم همون یه ذره روشنیش